سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به لایو. چطورید آقا؟ خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. ما با یه 30 ثانیه تاخیر اومدیم، تقریبا 30 ثانیه که دروغ گفتم، حقیقتا 4 دقیقه تاخیر اومدیم بازی لیورپول رئال مادرید به آنفیلد رود، یا همون زمین آنفیلد قدیمی توی ورزشگاه آنفیلد به بازی ریاکشن بریم و بازی رو با هم ببینیم. امیدوارم حالتون خوب باشه و پر انرژی باشید که چه بازی جذابی. لیورپول خیلی آماده نیستش. در مورد این موضوع هم بگم که لیورپول مشکلات دفاعی خودشو داره و رئال مادریدی که خیلی رو فرمه و آماده بازی‌های بزرگ، عملا با فرم عجیبی که امباپه داره. و بریم سراغ ترکیب با هم ببینیم که راجع به ترکیبم صحبت کنیم. از تیم لیورپول شروع کنیم. تیم میزبان که مامارداشویلی در دروازه است، اندرو رابرتسون، ویرجیل فندای، کناته، کانر برادلی، مکالیستر، گروانبرگ و ویرسی که توی وینگر بازی میکنه، وینگر چپ، که حالا جای بحث هم در مورد این موضوع هستش که چرا گگپا بازی نداده. حالا سوالات زیاده و ویرسی که اصلا آماده نیست، مخصوصا مقابل رئال مادریدی که خیلی رو فرمه. نمیدونم چرا همچین تصمیمی گرفته آرن اسلوت، ولی خب به هر حال به ویرس بازی داره و زوبوسلای که این اخیرا واقعا خوب بوده، زوبوسلای و صلاح و اکیتیکه. ایساق هم که مصدوم بوده، اکیتیکه رفته به صورت فیکس درون ترکیب قرار گرفته. و از اون طرف هم رئال مادرید تیم کورتوا درون دروازه است که بهترین دروازه‌بان حال حاضر جهان، و پد والوردی که دفاع راست بازی میکنه، ادر میلیتائو، دین هاوسن، کار راست و ترکیبشون 442 لوزیه. ترکیبی که واقعا میشه گفت مال آنچلوتی هم بود، این ترکیب قدیمی. آردا گولر بازی میکنه، کاماوینگا، شومینی، وینیسیوس، امباپه و بیلینگام. لیورپولی که آماده نبوده این روزا و فرم اصلا خوبی نداره، اصلا فرمش خوب. حالا ببینیم بازی چی میشه دیگه، ولی بازی جذابه. در هر صورت بازی خیلی جذابیه. حاجی خیلی جو ورزشگاه آنفیلد خوبه. با حاجی اصلا خیلی پرس شدید داره میکنه لیورپول. خیلی عجیب خرید داره پرس میکنه لیورپول. پشمام. روی ست پیس نمیتونی به لیورپول راحت گل بزنی، مخصوصا حالا مگر اینکه شومنی یه کاری بکنه، مگر نه زیاد میانگین قدیر رئال مادرید بالا نیست. خیلی از بازیکنان رئال مادرید برای این جو آماده نیستن. حالا خیلی که نه، ولی مثلا آردا گولر اصلا برای این جو آماده نیست. خواستم بگم حسین هم آماده نیست، که الان نشون داد با یه پاس اشتباه هم نشون داد که آماده نیست. شاید کار راست هم آماده نباشه برای این جو، واقعا برای آنفیلد خیلی تاثیر داره. چه عالی ویرس تو گیری کرد. اوه مکالیستر. آره حسن هم جو روش تاثیر گذاشته. درسته حالا توی لیگ برتر بازی کرده، مقابل لیورپول هم بازی کرده، ولی جو آنفیلد تو شبای چمپیونز لیگ واقعا فرق داره، خیلی ترسناکه. واقعا نیمه دوم رابرتسون نمیتونه تا مثلا دقیقه 70 80 بیشتر نمیتونه بازی کنه حقیقتا، و بعدش کرکز بیاد میتونه پاشنه شیری بشه برای لیورپول. برادلی چه عالی بود آجی، پشمام. خیلی خونسرد، قشنگ، وای فوق العاده است برای ضد حمله موقعیت. لیورپول داره میره، اکیتیکه، با اکیتیکه به موقعیتی امباپه. شوتش خیلی بد بود امباپه، البته فکر کنم تو پله شد براش. حاجی یه لحظه امباپه دوباره چپه شد، یاد بازی پارسالشون افتادم. امباپه قشنگ با سر انگار سقوط کرده بود رو چمن. پاسی داد مامرداشویلی، فکر نمی‌کردم بازی با پاش انقدر خوب شده باشه. چه فراری داره برادلی، قطعا کارت زرد میگیره، کارت زرد. اوه چه موقعیتی برای شوزنیه. اوه شوامینی خوب نذاشت تو. چه پاسای خوبی میده امشب مامرداشویلی. اوه چه فرصتی. ویرس در رفت، یه پاس بده تمامه. اوه کورتوا چه سیوی، سیوی کرد کورتوا. چی گرفت کورتوا. واو واو واو. خیلی بد زد ضربه را. نه بد نزد خدایی. نگاه کن کورتوا چجوری پاشو باز کرد آجی. کورتوا وای مگه میشه این کورتوا چجوری گرفت تو پا.
ویرس بازی خوبی داشته تا الان. خیلی موقعیت خوبی خلق کرد برای زوبوسلای، استفاده نکرد. ویرس خیلی بازیش خوب بوده. میگم به خودم پنالتی؟ پنالتی نه، ایستگاهی گرفت براش. یه ایستگاهی خوش جاییه، اگه صلاح بتونه گلش کنه دیگه. تنها کسی که زد به دست شومنی. احساس میکنم پنالتیه حاجی، پنالتیه فکر کنم. و پنالتیه این داداش. نه به دست چپش خورد، به دست چپش خورد، ولی فکر کنم پنالتیه. زد پنالتیه، این رو خط بود قشنگ، یعنی داخل محوطه بود. من اوه اصلا نه ایستگاهی نه پنالتی. زیاد باز نبوده، اصلا خط هند. جالب شد. لیورپول بهتر بوده خدایی تا به اینجای کار. خیلی موقعیت بیشتری خلق کردن. چه پرس یاجی لب خط انقدر. آردا سعی کرد، قشنگ بود حرکت آردا، خیلی قشنگ بود، جدی ایمپرسیو واقعا. سعی کرد توپو از زیر پرس خارج کنه، گوشه کرنر بود، قشنگ رو پای زد، قیچی برگردون خواست بزنه، رو به عقب دفعش کنه، تا حدودی موفق بود. اوه پشمام حاجی، ویرس خیلی خوبه امشب. اوه چه موقعیتی، چه موقعیتی. آردا گولر خطا نیست، داور خیلی نزدیکه، خطا نیست اصلا نیست، فکر نکنم باشه. خیلی شوت زنه سوبوسلای واقعا. دوباره داره تلاش میکنه. واقعا کورتوا از این زاویه سخت گل میخوره. شوتش هم یه طوری بود که واقعا هم زاویهش خوب بود هم قدرتش، ولی چون از اون طرف بهترین دروازه‌بان حال حاضر دنیاست کورتوا، این توپو گل نمیخوره. با بلینگام چه فرصتی داره. چه سر توپی زد بلینگام. مارداشویلی هم تو والنسیا واقعا خوب مقابل رئال مادرید داشته. آره منم داشتم همین رو میگفتم، عادلم گفت ویرس موقعیتش رو زنی. یه سیف هایی داره میکنه کورتوا. مالک توپ بوده لیورپول مقابل 61% که رئال مادرید مالکیت توپ داشته، و ایکس که لیورپول تولید کرده 71 صدام بوده در مقابل 21 صدامی که رئال مادرید تولید کرده. و شوتایی هم که کلا زدن لیورپول 9 تا بوده، رئال مادرید 5 تا. چانسشون هر دو تیم یه دونه بوده، اکثرش که نه. فکر کنم اون تو تک به تک با کورتوا چند تا ایکس داشته بود ببینم. تک به تک با کورتوا چند تا ایکس. اون تک به تکی که با کورتوا زوبوسلای زدش 42 تا ایکس جی تولید کرده. یکی که خیلی تصمیماش اشتباه بود واقعا، اصلا تصمیمای اکیتیک افتضاح بود. بدترین بازیکن لیورپول بخوام بگم واقعا اکیتیک بود تو نیم. و اون توپی که کورتوا کشید بیرون واقعا من هنوز اصلا چند تا سیو خوب داشت. واقعا دیگه بهترین دروازه‌بان حال حاضر دنیاست. واقعا برازندش دیگه، کسی رو دستش نیست. مثلا شاید یه اختلاف خیلی کوچولویی با دوناروما داشته باشه، یعنی مثلا این کورتوا باشه این دوناروماست، مثلا این دوناروماست اینقدر، این کورتوا این دوناروما، وگرنه واقعا دروازه‌بان حقیه. شت این چی کار داره میکنه این کورتوا؟ اینجور سیوا سخته ها جدی. یه قرب سر بازم سیو کورتوا. باک یه سیوی داره حاجی. اکیتیک واقعا افتضاحه. به غیر از ضربه سری که همین توی شوره نیمه دوم زد، هیچی از نیمه اول ازش ندیدیم. خطا، چه جای خوش جاییه خطا، یعنی ایستگاهی بهترین جای ممکنه. اگه دیوار دفاعی رد کنن یه سد بزرگتری به اسم کورتوا در دروازه است حاجی. سوبوسلای محکم زد و بازم حاجی مکالیستر اینجوری کرد موقع صحنه چیز، صحنه که شوت زد سوبوسلای ایستگاهیو. این سوبوسلای خیلی آندرریتده، خیلی آندرریتده سوبوسلای. چه یک دوی
اکیتیکه خدای خوب تصمیم بگیر. اکیتیکه ریدی این تصمیم گیری دیدی. آپارتسپا این مشکل رو داره، مثل صدا و سیما میمونه یا تصویرش میپره. گل گل شد. مکالیستر ضربه سر رو زد. پشمام حاجی. حاجی زشت مکالیستر بیاد با اون قدش ضربه سر گل بزنه. اصلا چرا بیار بود. واقعا هم از حق نگذریم، خدایی منطقی بگیم حقشون بود به گل برسن. خیلی بیمورد به خطر بلینگام. همه نمیتونین دریبل کنی. اینا پریمیر لیگی ان، راحت دریبل نمیخورن. تو موقعیت ایجاد کردن خیلی بد بوده رول، خیلی بد بوده. دیگه همه نفوذاشون سمت چیزه. تو فرصت کنار دروازه فکر کنم باپه خلاف هم زیاد نبود ولی کاتش بیرون گرفت. اگه آرنولد مثلا با یه مبلغ بند فسخ مثلا چه میدونم با یه بند رایگان نمیرفت، خلاصه هر مبلغی مثلا بالای 20 میلیون یورو یه چیزی اوه حاجی توپ میافته زیر پاش درجا اینجوری میشه. میگم اگه مثلا رایگان نمیرفت آرنولد شاید این مشکلات پیش نمیومد. اینکه رایگان رفت و اگه به صورت خیلی عادی میرفتش رئال مادرید که مثلا بند فسخ پرداخت میکرد، رئال مادرید بند فسخ مثلا داشتش یه مبلغ خوبی پرداخت میکرد، اون موقع هوادارا اینجوری انقدر گارد نداشتن نسبت به این قضیه. جدی حاجی ضربه سرم میزنه هوش میکنن آرنولد. حاجی برادلی فوق‌العاده بود. باورم نمیشه برادلی اینقدر خوب تونسته وینی رو کنترل کنه. باورم نمیشه اینقدر برادلی خوب عمل کرد، وینی رو کنترل کرد، قشنگ وینی رو گذاشت تو جیبش. جدی امشب فرصتی سلا سرعت بده به کار، 3 نفر اومدن روش گرفتن. چه چرخشی فوق‌العاده سلا واسه بده. چه سیوی کرد. خاک با موقعیت برای سلا. تکل شجاعانه میلیتائو دروازه تیمش رو نجات میده. یه بارم که کورتوا نبود میلیتائو اومد دروازه‌ش نجات داد. سلا واقعا این بازی میتونست 3-0 بشه به نفع لیورپول. چه سر توپی زد. سلا خیلی باهوش عمل کرد ولی ضربه آخرش خوب نبود. یعنی اومد یه سر توپی زد، مدافعی که تکل انداخت و محو کردم من. حاجی برادلی مگه میشه اینقدر خوب باشه؟ واقعا ایمپرسیوه. چه تکلایی، چه سرعتی هم داره برادلی. چیزی ندیدم از امباپه واقعا. بازوبند دست وینی من باورم نمیشه هنوز. بازوبند رئال مادرید. بازی تمام شد 1-0 به نفع لیورپول با تک گلی که مکالیستر زد روی سازندگی زوبوسلای و سیوای کورتوا هم باعث نشد که رئال مادرید بتونه بازی رو برنده بشه. اصلا شباهتی به اون لیورپولی که چیز داشت نبود، توی پرمیر لیگ بازی میکرد و چند تا بازی باخته بود، اصلا شباهتی به اون لیورپول نداشت. فراموش کرده بودم در مورد این موضوع اینه که توی آنفیلد بازی میکنه رئال مادرید و با یک یار بیشتر عملا لیورپول مقابل رئال مادرید قرار گرفت که بازی فوق‌العاده خودش رو نشون داد مقابل رئال مادرید و میتونه نقطه عطف فصلشون باشه و از اینجا به بعد شروع کنن به بردن بازی‌های بیشتر به تو رقابت‌های پرمیر لیگ، تو رقابت‌های چمپیونز لیگ. 61% به نفع رئال مادرید بوده مالکیت توپ مقابل 39% لیورپول و ایکس جی که لیورپول تولید کرده 2.58 بوده که برتری کامل و نسبت به رئال مادرید داشته مقابل 45 ایکس جی که اصلا تصویر رو بیارم براتون. وایس بذار من تصویر رو بیارم. بهتره خودتون هم ببینید اینی که من دارم صحبت میکنم. و بله مقابل 45 ایکس جی که رئال مادرید تولید کرده که واقعا هم خیلی موقعیت بیشتری خلق کرد لیورپول و واقعا شایسته برتری، حتی با 3 گل هم میتونم بگم بود. در موقعیت زوبوسلای که خراب کرد، ضربه سر حالا مکالیستر رو که بگیم خودش رفتش تو گل، این یه موقعیت، در همون شوتی هم که گکپو زد تو ریباندش هم صلاح زد و اون خراب کرد. به نظر من واقعا 3-0 2-0 هم حتی میتونست به نفع لیورپول تموم بشه بازی. ولی راجع به بازیکن بخوایم صحبت کنیم، ویرتز فوق العاده بود. واقعا به نظر من خیلی کمک کرد به خط حمله لیورپول و به نظرم بدترین بازیکن لیورپول همون اکیتیکه بود. زوبوسلای هم که با دوندگیش واقعا جور چند تا بازیکن عملا کشید وسط زمین و خیلی از توپا رو
تو پرس خیلی نقش مهمی داشت و تاثیرگذاری خیلی بالایی داشت زوبوسلای و واقعا بازی خوبی نمایش داد. و سلام که بد نبود و کانر برادلی که من امشب فوق العاده سورپرایز شدم، خیلی سورپرایز شدم و واقعا حالا این اصطلاح میگن وینی رو مثلا میگن یه بازیکنی رو گذاشت تو جیبش و واقعا شایسته برادلی که بگیم وینی رو گذاشت تو جیبش. عملا کانر برادلی رئال مادرید امباپه نمیدونم حالا نمره 7 گرفته درسته ولی واقعا چیزی از امباپه ندیدیم به غیر از سر یه صحنه که شوتش رفتش خارج چارچوب و واقعا گم بود تو جریان بازی امباپه. کاماوینگا تعطیل بود ولی خب تو توپگیریاش خوب بود. سمت راست اصلا رئال مادرید امشب افتضاح بود، یعنی بعد از اومدن رودریگو هم به نظرم چیزی اضافه نکرد به رئال مادرید و خلاصه کورتوا بی‌نظیر، یعنی کورتوا بهترین بازیکنشون بود. کار راست هم شب خوبی داشت و حالا چند دقیقه آخر زیاد چیز نبود ولی صلاح تونست چند بار دریبلش بزنه کار راست تو دقایق پایانی، ولی در کل خوب بود. حالا نظرات شما هم بنویسین تو کامنت نظراتتون رو. خلاصه حمایت از ما یادتون نره، با لایک کردن سابسکرایب کردن میتونین به رشد کانال ما کمک بکنین. اگرم دوست داشتین فراتر از اون کمک بکنین با لینک دونیت که داخل دیسکریپشن هست حمایت مالی میتونین انجام بدین و دمتون گرم اگه اون کارو بکنین، واقعا ته مرام معرفتتون گذاشتین. ولی اگرم نتونستین اون کارو انجام بدین با لایک کردن و سابسکرایب کردن هم یه جورایی به رشد چنل ما کمک کردین. خلاصه مرسی که بودید، مرسی که هستید، تا دیدار دیگر، بدرود.